بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. السلام علیکم. ایمان به معنای اعتقاد داشتن، گرویدن، باور کردن. شخصی که اعتقاد پیدا می کند به گروهی و به اونها ملحق میشه بهش میگه ایمان آورده است به آن گروه. ایمان نقش اساسی در زندگی دارد، یعنی اگر کسی بخواهد فردای قیامت جزو کسانی باشد که خداوند متعال به او بشارت داده است، باید ایمان داشته باشه. چرا بعضی از ماها ایمان نداریم؟ وقتی صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، رو در رو قرار میگیریم، برایمان مشخص میشود که شخص اعتقادش قوی نیست، جازم نیست، باور نکرده هنوز. یکی از ادله، یکی از دلیلهاش دلیل نادانی، نمیداند که باید ایمان داشته باشه به خدا، ایمان داشته باشد به پیامبر اکرم، به ائمه اهل البیت علیهم السلام باید ایمان داشته باشد، نه لقلقه زبان، نه، ایمان به معنای اعتقاد واقعی، یعنی در کارها اقتداء به ائمه، عمل به فرامین خداوند متعال، عمل به آنچه که پیامبر اکرم به واسطه جبرائیل به ما رسانده است. ابی بصیر نقل می کند، ابا بصیر نقل می کند، یه همسایه‌ای داشتیم، خواست خدمت امام صادق برسد، آمد مدینه. به امام صادق فرمود آقا جان من سالها گرفتارم، به جاهای مختلف مراجعه کردم، به من گفته‌اند دوای درد تو شراب است و الان اومدم از شما سوال کنم آقا جان من وظیفه‌ام چیست؟ امام پرسید شراب را نوشیدی؟ گفت نه اصلا، آمدم خدمت شما از شما سوال کنم، چون فردای قیامت اگر خداوند متعال مرا در محشر حاضر کرد و از من سوال کرد چرا این کار مرتکب شدی، نسبت به شما بدهم، لذا آمدم در نزد شما از شما سوال کنم که شما تکلیف من رو برا من بیان کنید.
ایمان یعنی این، یعنی باور داشتن، اعتقاد داشتن، نه اینکه خدایی ناکرده من مرتکب بعضی افعال ناشایست شوم و ادعا کنم من ایمان دارم. باید باور کنم، یقین کنم از آن جایی که به سن بلوغ رسیدم تا اون روزی که باید حساب رو پس بدم، باید به فرامین الهی علاوه بر این که باید اعتقاد داشته باشم باید عمل کنم. خدا رحمت کند مرحوم کلینی رو، یه جریانی رو توی کافی نقل میکنند. ایشون میفرماد عمدتاً سفرها دریایی بوده و این امکانات این زمان که نیست الان، و مردم مبتلا می شدن در این سفرهای دریایی. گاهی وقتا آب تلاطم می کرد، آب دریا، اینا گرفتار می شدن. تجاری که می رفتن سفر زن و بچه‌شون رو با خودشون می بردن تا بتونن نان شبشون رو از راه صحیح کسب کنن. مبتلا شد یکی از تجار، با زن و بچهش بود، زنش توانست با قطعه‌ای از چوب این کشتی خودش رو به جزیره‌ای برساند. خود رو رساند به ساحل. من جزئیات رو توضیح نمیدهم. کسی که درمانده است و به آب گرفتار شده است، اون لباساش و شکل ظاهریش تغییر پیدا می کند. جوانی دزد در اون جزیره بوده، نگاهش به محاسن زن میافتد. شیطان است، هیچ کس نمیتواند ادعا بکند در مقابل شیطان میتواند مقاومت کند. اون شیخ انصاری است که گفت شیطان رو دیدم با قل و زنجیر حرکت میکند. بهش گفتم این قل و زنجیر چیه؟ گفت این شیخ اعظم است، شیخ انصاری است. با هر حیله‌ای وارد شدم نتونستم نفوذ کنم درش. زن به این جوان گفت تو از خدا نمیترسی، از قیامت نمیترسی، از حساب و کتاب نمیترسی، فردا جواب خدا رو چه میدهی؟ تو تا حالا دزد بودی، حالا بیا توبه کن، خدا در رحمت رو برات باز کند. ببینید خدا چقدر رئوف است. انسان از گناه میگذرد، چه راهی رو براش باز میکنه؟ گفت زن اگه خدا هست، من از خدا میخواهم از گناه من بگذرد، تو در امانی. این از جزیره خارج شد، همراه یه عابدی شد. هوا گرم بود. این جریان رو شیخ کلینی نقل میکنند. میگه عابد بهش گفت جوون دعا کن ما از این گرما در امان باشیم. گفت عابد من گنهکارم، جوانیم که از سر تا پا آغشته به معصیتم، تو دعا کن. عابد دعا کرد، این دستاشو امور بالا، گفت آمین. دوراهی که رسیدن، عابد طرف دیگری رفت، این جوان طرف دیگر. این ابری رو که خداوند متعال به برکت این دعا ایجاد کرده بود تا این دو بنده از گرما در امان بمونن، رو سر جوونه باقی بود. گفت بیا ببینم جوون تو چه کردی؟ گفت من در خانه خدا آمدم، گفتم خدایا من توبه می کنم، من از آن چه که انجام دادم پشیمانم. تو هر سنی میخوای باش، خداوند متعال هر گناهی رم کرده باشی الا حقوق مردم رو باید ادا کنی. فردای قیامت کسی برای تو نمیتواند کاری بکنه. مالی از کسی برداشتی، دلی کسی رو سوزاندی، بهتان بستی، تهمت زدی، نمیدانم، خدا کند که این اشیاء از مجلس ما به دور باشد، دل کسی رو شکستی، اینا با خود صاحب اون قضیه است. باید بری خجالت هم نکشی، بگی از من بگذر. اما در مورد قضایایی که مربوط به خداست، گناه هر چی میخواد باشد،
گفت من کاری میکنم که مانند روز تولد اون نورانیت در دو بماند. خدا رحمت کند بزرگان ما که چه الگویی بودن که این صلحا و افراد متدین و مؤمنی که الان تو جامعه ما وجود دارن، اگه باشون صحبت کنی میبینی که علاوه بر این که مواظبند به فرامین الهی پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام عمل کنند، دنبال سیره علمای صالحن تا بتونن خودشون رو بسازن. این مؤسس حوزه علمیه قم شیخ عبدالکریم حائری پسرش نقل میکند از از خادم پدرشون که یه شب در خانه ما رو زدن. بچه‌ای بود پشت در گریه میکرد. گفت شیخ نهایتا شمایید که میتوانید دست ما رو بگیرید، پدرم داره جون میده، به داد پدرم برس. شیخ میفرماد که من به خادمم گفتم برو طبیب بیاورم ببینم مشکل این بچه مشکل پدر این بچه چیه. وارد که شدم، نگاهم که بهش افتاد دیدم خیلی حالش بده. دکتر که آمد گفت شیخ درد این مرد با یه روغنی ادا می شود، دردش از بین میره، اما من این جسم رو حاضر نیستم که دست بهش بزنم. جسم متعفن. خود شیخ دستشو زد بالا، مؤسس حوزه علمیه قم، این شخص عظیم دستشو زد بالا، گفت خودم انجام میدم، میخوام ذخیره‌ای باشد برای آخرتم. خادم میگه خونه که رفتیم به من شیخ عبدالکریم گفت فلانی اگر من این کار رو نمی کردم و اجلم میرسید جواب خدا رو چه میدادم؟ باید خدا رو شکر کنید. امام زمان فرمود که مردم خداوند متعال این توفیق رو به شما داده که قضاء حوائج مردم دست شما باشه. لذا فرمود ایمان با تقوا محقق میشه. اگر تقوا داشته باشید. تقوا چیه؟ تقوا خیلی چیز بعیدی، خیلی چیز سختی نیست. از گناه باید دوری کرد. من وقتی داشتم تبریز می آمدم تو راه یه جای شربت می دادم. خب کار بسیار خوبیه، اما یه خواننده خانم داشت می خواند، یعنی با نام امام زمان با دین بازی کردن. اینا نورانیت میبره، تقوا رو از بین میبره. مذهب ما با موسیقی نیست، با آوازخوانی نیست، با بزن نیست. امام روح له الفدا مقامش با صلوات، با ذکر فضائل. بزرگانی بودند، اینا زندگی کردند، برای ما الگوی زندگی قرار دادن و اون الگوی زندگی رو از اهل بیت گرفتن و خدا به اونا یه توفیقی داد که نورانیتش امروز به برکت همون نورانیت مذهب حفظ شد. خیلی ابتلاعات برای شیعه شد. شما فکر میکنید بقای مذهب و بقای شیعه با این همه دشمنی؟ حجاج یه روز 1000 تا سر رو از بدن جدا کرد، کوه جماجم درست کرد از قرآن خونا، اهل خدا، عباد، مؤمنین واقعی. این خیلی سخت بوده. محبت اهل بیت ابرازش خیلی سخت بوده. ابراهیم رو خدا امتحان کرد. نمرود
38 روز آتش روشن کرد. گفت ابراهیم یا به این آتش سجده می کنی یا تو رو در این آتش قرار می دهم. گفت نمرود چرا من به آتش سجده کنم؟ به آب سجده می کنم. گفت چرا؟ گفت به دلیل اینکه آب آتش رو از بین میبره. گفت سجده کن به آب. گفت چرا به آب سجده کنم نمرود؟ به ابر سجده می کنم. گفت چرا به ابر؟ گفت ابر که میاد آب رو زمین حاصل میشه. گفت به ابر سجده کن. گفت نمرود چرا به ابر سجده کنم؟ به باد سجده می کنم که این ابرها رو پراکنده می کند. گفت به باد سجده کن. گفت چرا به باد سجده کنم؟ به انسان سجده می کنم که این باد رو تحمل می کند. آخرش ابراهیم رو در آتش قرار داد. ندا آمد کونی بردن و سلاما. یعنی انسان با خدا اینا همش عبرت است. ما داستانها رو برای شما ای اهل دل، ای مؤمنین در قرآن کریم ذکر میکنیم تا عبرت بگیرید. یعنی چه؟ یعنی مؤمنی که به خدا، به معاد، به نبوت، به آیینی که خداوند متعال بر ما فرض کرده است و او رو توسط پیامبر اکرم و ائمه روحی لهم الفدا به ما رسانده است، اگه اطاعت کنی نار کونی بردن و سلاما. یعنی تو هر مشکلی قرار بگیری دستت رو من میگیرم. ایوب یه شخص ثروتمندی بود، بچه‌های مختلفی داشت، وجهه داشت. خدا اول ثروت رو ازش گرفت، بعد مریضش کرد به طوری که کسی حاضر نبود بیاد به ملاقاتش. سرش باش گفت ایوب از خدا بخواه. گفت نه، خدا داده گرفته. بعد خدا تو قرآن چی میفرماد؟ واذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه. ندا کرد خدا رو که خدایا مرا رنج و عذاب فرا گرفته است، به تو پناه میبرم. خدا رنج و ازش گرفت. بعد می آمدن بعضی ها می گفتن ایوب، شماتت می کردن، ایوب تو چی مرتکب شدی که خدا تو رو گرفتار کرد؟ نه، نیاز نیست انسان مرتکب شیئی شود تا خدا او رو مریض کند. اینا امتحان الهیه. زین العابدین روحی له الفدا بزرگترین قضایای دردناک رو که میتوان در دنیا متصور شد، خداوند متعال اول انبیا و ائمه‌اش رو مبتلا کرده. فجایع امیرالمؤمنین روحی له الفدا، ظلمی که مرتکب شدن، خلیفه خدا رو آنگونه باش برخورد میکردن. هر کس محب امیرالمؤمنین بود باید سرش از بدنش جدا میشد، جرم بود. این خلیفه خداست، بزرگترین بنده خدا که خداوند متعال به وجود او افتخار می کند در مقابل ملائکه، آنگونه باید از خانه ببرند. یا دختر رسول خدا رو آنگونه باید بهش برخورد کنند، در صورتی که پیامبر فرمود کسی که دختر مرا آزار دهد مرا آزار داده است. انسان گاهی وقتا با یک قضایایی در زندگی مواجه می شود که اون قضایا عبرت است. ایمان به یه نردبان نیاز دارد. این نردبان رو باید بری بالا تا بتوانی ایمان رو در آغوش بگیری.
حرص هست، طمع هست. هارون گفت میخوام یه نفر رو برای من بیارید که از این دولب پیامبر اکرم یه حدیثی رو شنیده باشه. یه پیرمرد فرسوده استخونی لاغر رو گذاشتن زنبیل آوردن پیش هارون. گفت تو از پیامبر حدیث شنیدی؟ گفت بله، از پیامبر شنیدم یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان الحرص و طول الامل. انسان پیر می شود اما دو خصلت باش باقی میمونه، همیشگی باهاش. یکی حرص، هر چی خدا بهش بده بازم میخواد. بابا یارو میلیاردره، به همه چی رسیده، تازه داره جای دیگه ای رو داره درست میکنه. حرص داره. البته این مؤمنینی که بدین خدمت میکنن و این کارا رو انجام میدن، اینا مأجورن و امام صادق براشون دعا کرده. اینا عمدن. گفتن مذهب رو چگونه امام صادق به پیش برد. این عمده، این تجار خیر اهل خدا می آمدن مخفیانه امام صادق رو کمک می کردن. بعد گفت یه هدیه به این پیرمرد بدید. برگرداندند او رو به زنبیل و یه مبلغی رو هم بهش دادن، بلندش کردن برن. چند تا قدم که رفت جلو اشاره کرد به هارون. گفت بذاریدش زمین. گفت هارون هر سال بیام این حدیث رو برات بخونم که این مالو به من میدی که همین یه دفعه است؟ گفت صدقه، راست گفت پیامبر اکرم که انسان پیر می شود اما دو خصلت باقی میمونه درش. یکی حرص است و یکی آرزوهای طولانی که انسان آرزو می کند. اگر حرص رو از بین بردی یه نردبان رفتی بالا. اگر این آرزوهای دروغین و ضرب برق دنیا رو از بین بردی میری بالا. من خطاب به خودم میکنم، جسارت نمی کنم، درس پس میدم خدمتتون. یه دفعه میبینی انسان به یه سنی رسیده تا حالا غافل بوده، مال داشته، منال داشته، قدرت داشته، میتوانسته خدا رو عبادت کنه، میتوانسته تمسک کنه به حبل اهل بیت، میتوانسته در مجالسی شرکت کند که خداوند متعال همه اونها رو براش حسنات قرار بده. غافل شده، از عمرش گذشته، الان توانایی بلند شدن رو نداره. چه کنه؟ فرصت رو غنیمت بدانید. فرمود این فرصت عمر مثل این ابر، رد میشه، تمام میشه. ببینید چقدر زیبا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن. چه فرمودن؟ فرمودن تو یه نفس داری، عباد، وجود توست. وجود تو پولش میدونی چیه؟ ثمنش چیه؟ خیلی معذرت میخوام، بعضی ماها وجودمون با یه مبلغ ناچیزه. بهش میگه آقا فلان کارو برو انجام بده، فلان مبلغ رو بهت میدم. حاضرم. خدا نیست، پیامبر نیست، ائمه نیست، چشا کور شده، شیطانم حاضره، میره کار رو انجام بده. امام چه فرمود؟ امیر المؤمنین فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. اگه اومدن شما مورد معامله خواستن قرار بدن، فقط بگید پولی که در مقابل نفس ماست پول نیست، دنیا نیست، بهشته. ثمن وجود ما بهشته. لا تبیعوها الا بها. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماد این رو نفروشید مگر در مقابل بهشت. مطلب رو جمع کنم، شب کوتاهه و خب دوستان ما هم کار دارن و خدا رو شکر میکنم
به من توفیق داد در این سرزمین اهل بیت، در این مکان مقدس، این تبریز شما همیشه تو دوران نگاه به حالا نکنید 5 تا مرجع مسلم داشته، انسانهایی داشته که انسان وقتی به اونا نگاه میکرد یاد خدا میافتاد. این تبریز تشیع وجودش به برکت این تبریز انتشار. این علمای بزرگ تبریز رو ببینید. من خودم تابستون سال گذشته رفته بودم نجف، یه روز برق رفت منزلمون، فرداییش بلیط گرفتم برگشتم، گفتم من نمیتونم تحمل کنم. این بزرگان شما اون گرما رو تحمل کردن، اون بی‌آبی رو تحمل کردن تا این ولا رو در دل شما زنده کنن. نباید از بین، باید بچه‌هاتون رو آموزش بدید، یاد بدید که این مذهب گوتره به دست نیامده است. عابدم باشی، اهل خدا هم باشی، اگر غافل بشی خدا، اگر غافل بشی شیطان موقعیت پیدا میکنه و شما رو منحرف میکنه. یک قضیه است در ذیل تفاسیر ذکر شده است، قضیه عابدی از بنی اسرائیل. عابد یعنی کسی که اهل خداست، هرچی از خدا بخواد خدا بهش میده. دختری از قوم بنی اسرائیل مریض شد، آوردنش پیش این عابد. عابد گفت من دعا میکنم. ببینید شیطان چجور میاد. انسان اگر عابدم باشد او رو نابود میکنه. در هر حال شب بود، وسوسه شیطان بود، آنچه که نباید واقع بشد واقع شد. گفت چه کنم؟ شیطان موقعیت پیدا کرد. گفت دستت رو بذار روی گلوش فشار بده. گفت بعد؟ گفت هستم. دستش رو گذاشت، دختر جانش رو از دست داد. گفت چه کنم؟ گفت چاله‌ای حفر کن و این رو در اون چاله قرار بده و بپوشان. شیطان دیگه. وقتی در خانت رو باز کردی شد موسیقی، شد اون حجاب خانم، شد اون رفت آمده توی خیابون، این میشه دیگه. شیطان میاد تو خونه، هر کارم بخوای جمع کنی دیگه نمیشه. بعد همون دختر و پسر خار میشن برای چشه؟ تو اون قبر کاراشون عذابش به تو میرسد که چرا بچه‌شو تربیت نکردی؟ چرا جلو خانومت رو نگرفتی؟ یک دونه مو از این سر خانومت خارج شود حرام است. یک موزیک فرق نمی‌کنه، هر جا زده شود حرام است. این نغمه شیطان است. روحی له الفدا امام فرموده است که خانه‌هاتون رو برکت در او ایجاد کنید که مورد دعای ما باشید. گفت چه کنم؟ گفت خاک بریز. آمدن گفتن انشالله این دختر خوب شد. گفت چی بگم؟ کسی نیست، کارشو شیطان کرده. گرفتنش آوردنش روی چوبه دار، شیطان ظاهر شد. گفت چه کنم؟ چوبه دارم. گفت به من سجده کن نجاتت میدم. گفت من که چوبه دار هستم، چگونه به تو سجده کنم؟ گفت چشمات رو ببند و باز کن، کافیه برای من. چشم رو بست و باز کرد. گفت حالا چی؟ گفت تا حالا باهات بودم، حالا به بعد دیگه قدرت ندارم. تو اون آخرین جا شما رو میبره، رها میکنه، هیچ کارم دیگه نمیتوانی بکنی. ببین عزیز من، شوخی نیست. خدا یه قدرتی در انسان قرار داده شهوانیه. این قدرت هم همیشه هست. انسان مبتلاست به او و تا انسان رو شیطان نابود نکند دست بر نمیداره. این جامعه ما دیگه
اینم اخباری که میشنوید. شیطان روزنه که پیدا میکنه از اون روزنه استفاده میکنه، تباه میکنه انسان. چه کنیم؟ به کی پناه ببریم؟ چه کنیم که زندگی ما، خانه ما، مأوای ما از تقوا و برکت باشه؟ مؤمنین اون اول که بچه متولد میشد مادرش میشست براش قرآن میخوند. بچه هنوز شیر مینوشد، این گوشای بچه را آشنا میکرد به قرآن. الان صدای تلویزیون بلنده، بچه هم گریه میکنه، شیر میخواد. بعد این بچه میخواد وقتی بزرگ شد با خلق و خوب باشه. او معصومه، تو گنه‌کاری، تو موجب شدی. من یادمه یه مدتی، حالا دیگه نمیدونم هست یا نه، یه متکاهایی رو درست کردم که بچه وقتی سرش رو، بچه قنداقی رو میگذاشتی رو متکا، قرآن شروع میکرد بخواندن. قرآن شروع میکرد، یک ضبط صوتی بود در داخل آن متکا. مؤمنین چی بچه هاشون رو بزرگ کردن؟ پسرم کجا میری؟ با کی حرکت میکنی؟ دنیا داره امتحان عزیز من. لذا فرمود دست بچه هاتون رو بگیرید تو مجالس شرکت کنن، با معنویت بشن، خدا رو درک کنن، یعنی ایمان بیارن. وقتی ایمان آورد رفیقش بهش میگه فلان جا میای برویم؟ میگه نه. من با خدا پیمان بستم، این 2 روز دنیا رو طلاق دادم، میخوام با خدا باشم، با معنویت باشم. کی بگیریم گیرده؟ کسانی که نامشون جاودانه، کسانی که معروفند که اینها نورانیت دارن. باید دین رو از اینا گرفت، چون اینا دین صحیح رو از اهل بیت گرفتن. اینا طریق رو پیدا کردن. تو موظفی عزیز من، موظفی فرمود کاری کنید فردا شما رو که تو قبر گذاشتن این نوه‌های شما تو رو دعا کنن خدا رحمت کند جد ما رو که دست پدر ما رو گرفت، آشنای به معارف اهل بیت کرد که ما امروز در خانه اهل بیت رو میزنیم. جمع کنید، بعد به فلان فرزندت قرار بدی، او هم معلوم نیست چیکار کند. اینا همش سیئات است برای تو. ایمان رو در دل خودت ایجاد کن تا ایمان رو در فرزندت زنده کنی. پسرم این موزیک است، حرام است، موسیقی است، کم کن. خدا رحمت کند رفتگان شما رو. خدا میداند مرحوم والد ما اون بخش موسیقی که بین اخبار، خلاصه اخبار و گفتار اخبار بود، او رو هم کم میکرد. من ندیدم، چون ایشون اخبار گوش میداد، تلویزیون میدید، مطلع شود، اما من ندیدم روزی ولو یک لحظه صدایی بلند شود که موسیقی باشه. اینا اینجوری حفظ کردن دینشون رو. بعد خدا اونا رو براشون در دنیا نام اونها رو جاودان کرد، در آخرت هم که معلوم است اینا شفیع می شود. وقتی ایمان رو زنده کردی، امام زمان هم هوای تو رو داره، دلش رو دیگه نشکستی، یاد تو هست، همیشه یاد ماست، همیشه برای ما دعا می کنن. تو اون نامه به شیخ مفید نوشت اگر من فکر شما نبودم ظالمین بر شما چیره می شدن، دوره بر شما رو می گرفتن. من یاد شیعیانم هستم و برای اونها دعا می کنم. بعد همچین آقایی داری، همچین مذهبی داری، در خانه کسی دیگر رو میزنی. حیف است.
حیف است، یعنی آخرتت خراب است. تو قبر که گذاشتنه، من بعضی قضایا رو برای اینکه خودم مبتلا نشم هیچ وقت نقل نمی کنم. قضیه قبر رو میگم خدایا نکن اینا بعضی از قضایاش رو من بگم رو منبر، چون من گفتم مرا دوچار کنی، ولی اینا حقیقت داره، اینا واقعیت داره. ایمان چه وقت ظاهر می شود؟ اون وقتی که جانت رو میخوان بگیرن، اون وقتی که تاریکی قبر اون لحد رو میذارن، یه کسی نیست، خودت هست تو اعمالت. بعد اونجا ایمان جواب میده. یک جایی رو در برزخ برای این بنده خوب ما قرار دهید تا فردای قیامت ما حساب کتابش رو انجام بدیم. با ماست، با ما پیمان بسته و امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق دهد آن بنده‌ای باشیم که امام زمان از ما راضی باشد. خب فرمود ما رو یاد میکنید، اشک میریزید، گریه میکنید. فرمود گریه بر ما، امام صادق فرمود گریه بر ما گناهان بزرگ رو از بین میبرد. یعنی چی؟ یعنی نباید مایوس بشید. اگر برای این که بتوانی از دنیا و ما فیها، چون یه معنویت هم میده گریه کردن بر اهل بیت، یه نورانیت هم میده، همون نورانیت راه رو برای شما باز میکند، همون نورانیت شما رو نجات میدهد. چه کردن؟ اونقدر سخت بود بر امیرالمؤمنین که دختر رسول خدا رو بین در و دیوار قرار دادن، اما برای اینکه دین رو حفظ کند کاری نمیتوانست انجام دهد. فرمود چه کنم فاطمه؟ پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، چه کند امیرالمؤمنین؟ فقط میتواند درد و دل کند، کجا درد و دل کند؟ اونم به چاه. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او از پشت در بشنیدم. میگن خیلی ضربه کاری بوده، هم ملعون دومی زده، هم قنفذ زده، هم مغیره زده، به طوری که در مقاتل دارد فاطمه زهرا بر زمین افتاد. در نیمه شب چه کرده بود آن میخ؟ در نیمه شب سینه سوراخش را، آقا ویلا امام زمان معذرت میخواد، به چشم خود به نور مه دید. بگم فاطمه جان علی بود بدن رو غسل داد، بچه ها تو صدا زد آخرین دیدار رو انجام دهد، کفنی مهیا کرد. با امیرالمؤمنین چند نفری بودن، تشییع کردن شبانه جسد فاطمه رو، اما دلها بسوزد بر اون بدنی که 3 روز در گرمای سوزان. الا